شیطان دو وظیفه قبل از گناه داره و دو وظیفه بعد از گناه می داشته باشه. اول گناه بزرگ را برات خیلی کوچک میکنه، میگه هیچ مشکلی نیست، خیلی کوچک هست و رحمت الله را مطلق برای عفو برات جلوه میده تا تو جرأت بکنی و گناه را انجام بدهی. گناه بزرگ را برات کوچک میکنه تا انجامش بدی. بسیار از داریم میگه خدا لک بخش است، این اشتباه را بکن، اشتباه های زیاد مکررن گناه ها را انجام میده، باز میگه خدا لک بخش است. یعنی شیطان هست که انسان را وادار به گناه میکنه و گناه خیلی بزرگ را برات کوچک میکنه. بعد از گناه دو وظیفه دیگه داره، اما گناه را برات خیلی بزرگ میکنه و رحمت الله را و عفو الله را مطلقاً محدود میکنه و کم میکنه. میگه الله تو را نمیبخشه، خلاص هستی و خیلی گناه بزرگ انجام دادی، تو را از رحمت الله ناامید میسازه. هر وقت گناه انجام دادین و از رحمت الله ناامید شدین، بفهمین که شیطان هست شما را وادار میکنه. و الله سبحانه و تعالی فراموش نکنیم هر باری که به دربار الله بیاین الله میبخشیتون، اما ناامید شدن از درگاه رب العالمین این خیلی خطرناک هست که انسان باید از الله متعال امیدوار باشه و بزرگ جلوه دادن یک گناه قبل از گناهی بهتر هست. گناه خیلی کوچک را بزرگ بشمار تا وارد او صحنه نشوی، وارد او گناه نشوی. وقتی گناه را به ارزش دانستی پس او گناه را تو انجام میدی دیگه. پس اینجا من حدیث قدسی را بر شما تلاوت میکنم که سنن ترمذی به شماره 3540 آورده که الله متعال میفرماید یقول الله تبارک و تعالی يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ای فرزند آدم، تو هر وقت که مرا طلب بکنی و از ما امید بکنی من میبخشم برات آنچه که برات هست، هر گناهی که داری میبخشم، ولا أبالي و هیچ پروایشم ندارم و هیچ ذره از قدرت ما هم کم نمیشه. یا ابن آدم، ای فرزند آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. سبحان الله، الله اکبر. ای فرزند آدم، اگر گناهانت با آسمان ها برسه به خاطر طلب مغفرت به سوی ما بیایی، غفرت لك، میبخشمت. الله میگه یا ابن آدم، ای فرزند آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. اگر تو به پری زمین گناه بیاری، من به پری زمین برات مغفرت میارم، به شرط از اینکه شرک به الله نیارده باشی، من میبخشمت. پس اینجا هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حدیثی را که بیان میکنه و حدیث قدسی هست که اگر بنده های وجود می داشت که هیچ گناه نمی کرد و توبه هم نمی کرد